سلام، کرمی هستم از مجموعه بزرگ کما با آموزش الگوی بالاتنه با پنس سرشانه از پکیج نازکدوز متد تجاری در خدمتتون هستم. تو ویدیوی قبلی طرز به دست آوردن اندازه‌های فرعی رو بهتون آموزش دادم. الان میخوایم بریم سراغ بالاتنه پشت. برای این کار یه خط کاملا گونیه یا عمود برهم سمت چپ کاغذمون رسم میکنیم. این نقطه تقاطع رو میذاریم نقطه 1. از نقطه 1 به اندازه بلندی کف حلقه پایین میایم، میشه 19.5. نقطه 2 باسن بزرگ جدا میکنیم روی این نقطه. قد بالاتنه پشتمون 40 بود و قد باسن بزرگمونم 59.5. شماره میزنیم که راحت تر بتونیم پیدا کنیم. من قد دلخواهم رو اینجا رو همون خط باسن بزرگ گرفتم. اگر قرار باشه که شما عددی غیر از این رو داشته باشید، یعنی بلندتر بخواید باشه لباستون، دوباره از نقطه 1 به اندازه قد دلخواهتون پایین میایید و علامت میزنید. اما اینجا نقاط 2، 3 و 4 رو به سمت راست گونیایی میکنید. بهتره با مداد این کار رو بکنید که هم خطوط ظریف‌تری داشته باشید، الگوی دقیق‌تری داشته باشید و اگر اشتباه کردید بتونید پاک کنید. من برای اینکه بهتر دیده بشه مجبور هستم که از ماژیک استفاده کنم و ماژیک به خاطر قطری که داره دقیق نخواهد بود الگوی شما. این قسمت ها رو که جدا کردیم، از نقطه 2 به اندازه 5 تا 7 سانت بالا میایم. این نقطه رو نقطه 6 میذاریم. نقطه 6 رو به سمت راست به صورت گونیایی خط میکشیم. اگر بخوایم این خطای افقی که کشیدیم رو اسم براشون بگیم، به این صورته که خط 1 میشه خط گردن، خط 6 میشه خط کارور، خط 2 میشه خط سینه، خط 3 میشه خط کمر و خط 4 میشه خط باسن. اگر شما قدتون بلندتر از خط باسن باشه که قد دلخواهم که بهش اضافه میشه. از نقطه 3 2 سانت روی خط کمر جدا میکنیم. نقطه 7 میذاریم. نقطه 7 رو از بالا، از نقطه 1 منظورمه، به اندازه 7 تا 8 سانت پایین میایم. نقطه 1 رو به این نقطه وصل میکنیم و از سمت پایین به صورت کاملا گونیایی تا لبه قد دلخواهمون میایم پایین. یعنی این فاصله 3 تا 7 2 سانته، 4 تا 8 هم همون 2 سانت هستش. ما برای این دوتا نقطه هم یه عدد بذاریم. مثلا میذاریم اینجا رو A، اینجا رو B که توی ادامه کار لازم داریم این دو نقطه رو. از نقطه 1 به اندازه پشت یقمون 6 سانت جدا میکنیم. نقطه 10 اینجا رو هم 9 بذاریم. نقطه 10 میذاریم.
از نقطه 1 2 تا اندازه باید پایین بیایم. یه دونه 2 سانت و نیمی باید پایین بیایم، یه دونه 4 تا 5 سانت باید پایین بیایم. این 4 سانت و این هم 2 سانت و نیم. این خطی که 4 تا 5 سانت پایین اومده رو امتداد میدیم. این میشه خط شیب سرشانه. عدد بذاریم براشون. نقطه‌ای که 2 سانت و نیم پایین اومدیم رو به اندازه پشت گردن فقط امتداد میدیم و هلال حلقه پشت رو اینجا رسم میکنیم باش. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. برای رسم بالاتنه در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.